مرگ در راه استقلال و آزادی و وطن و ملت اشرف مرگها و انتخابی قهرمانانه است. احتمال نمی‌دهم که خانم یا آقای نقطه یا صفر نوشته من با عنوان پزشکیان پروژه‌ای که معکوس عمل خواهد کرد را خوانده باشد. چنین موجوداتی بی نام و نشان، بدون عکس، بی هویت، نشسته در تاریکی و غیر قابل سؤال در آینده هستند. مأموریت اینها انحراف از بحث اصلی در میان ملل، یعنی بحث از آزادی از اشغال ایران فارس است. اگر هم نوشته پزشکیان پروژه‌ای که معکوس عمل خواهد کرد را خوانده باشد، گمان نمی کنم که مقصود و سیاست در آن متن را ادراک کرده باشد. اغلب آدم‌های گمنامی که در تاریکی نشسته‌اند جز ضرر و زیان ملی و اجتماعی هیچ دستاوردی در راستای آگاهی ملل تحت اشغال ایران فارس و ملل فاقد هر گونه حقوق ملی ندارند. اغلب این افراد تلاش می‌کنند تا اراده جامعه، خواستها و حقوق ملل از جمله اندیشه ترک‌ها را از موضوع اصلی و ریشه‌ای بحث‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی منحرف کرده یا جامعه و خواستهایش را سخن درمانی بکنند. آنها مانع اصلی برای اعمال اراده سیاسی، حقوقی و ملی ملل و به خصوص ملت ترک بوده و هستند. به عقیده من، انصاف علی هدایت، آدم‌های بدون نام و نشان، بدون عکس، در اغلب موارد مأموران رژیم و جزو دم و دستگاه شستشوی مغزی بوده و یا جزو تبهکارانی هستند که در خیابان‌ها به تن مردم و در فضای مجازی به مغز و روان انسان‌ها شلیک می‌کنند. افراد نکره غیرقابل شناسایی و گفتگو با انحراف مباحث اصلی به مسیرهای فرعی و دلخواه آنها، اراده ملل و اجتماعات برای احقاق حقوقشان را به قتل می‌رسانند. آنها بر اساس دروغ‌ها و تخیلات زیبا افراد و جوامع ملل را فریب می‌دهند. اراده ملی را سست و کسل می‌کنند. در حقیقت نقش شعارها و شعرگونه‌های آنها در فضای مجازی تخدیر جامعه و نابودی اراده معطوف به هدف ملل است. آدم‌هایی که در فضای مجازی قابل شناسایی نیستند، با توسل به آرزوهای توده‌ها آنها را به آینده‌ای که هیچ وقت نخواهد آمد امیدوار می‌کنند. این نیسته‌های حافظ وضع موجود دلالان امیدهای واهی هستند تا با سرکوب اراده ملل برای تغییر، به خرید فرصت و زمان برای رژیم، تداوم حیات سیستم سیاسی و حقوقی حاکم و تأمین منافع شخصی خودشان را تضمین بکنند. باید پرسید چرا اغلب نیستهای بدون نام نشان در فضای مجازی طرفدار تداوم عمر رژیم و توجیهگر جنایات حاکمیت و دولت بوده، بدون اشاره به نتایج عملکرد کنونی رژیم از آینده بهتر و متفاوت سخن میگویند و تنها به امید درمانی میپردازند. باید با گفتار، نوشتار و افکار و اهداف آن نیستهای بسیار فعال فضای مجازی که بدون هیچ هزینه‌ای مغز من و شما را نشانه گرفتند و با سوء استفاده از آرزوها، خواستها و ناکامی‌های جمعی یک ملت به ملل بهشت برین می‌فروشند، به طور جدی مقابله بکنیم. باید آنها را از خود دور و ملت خود دور بسازیم. باید آنها را در اجتماعات خود تحریم بکنیم. چرا که آنها ویروس‌ها و انگل‌هایی هستند که جز برای نابودی اراده ملی هدفی ندارند و کاری هم نمی‌کنند. هدف آنها شستشوی مغزی، سوس کردن اراده ملی و امیدوار کردن مردم به چیزی در ماورای اراده خود این ملل است. آنها با سخنان توخالی به جامعه، ملت ترک و ملل تحت اشغال سرزمینی، ذهنی و عقلی امید واهی و بدون امکان دستیابی تزریق می‌کنند. اگر من و امثال من هم از تغییر و راهی متفاوت برای برون رفت از بنبست سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ملی کنونی که در گرداب آن افتاده ایم سخن میگوییم، اگر از استقلال ملی، اگر از آزادی ذهنی از اشغال و استعمار سخن میگوییم و اگر وعده به ملت خود میدهیم،
وقوع تغییرات در آینده را منوط به آگاهی ملی، شعور ملی، اراده ملی، خواست ملی و هزینه‌های سنگین ملی مشروط می‌کنیم. من و ما از هزینه‌های دستیابی به آن اهداف ملی و تغییرات هم سخن می‌رانیم، چرا که خواستها، حقوق، آزادی، استقلال، رهایی وطن و عقل ما از اشغال دشمن کالاهای بسیار گران قیمت و ارزشمندی هستند. می‌دانیم و در قرون گذشته بارها تجربه کرده ایم که انسان موجودی مردنی است. از طرف دیگر می‌دانیم که دشمنان ملت ترک سرزمین و قوه عاقله ملت ترک را اشغال کرده اند و به کشتار ترک ها حریص هستند تا ترک ها دوباره قدرت نگیرند و جهان را کنترل نکنند. لذا فرقی نمی کند که مرگ انسان ترک به دست دشمنان در زندانها با دیوارهای بلند در اطراف آنها رخ بدهد یا در شهر زندانهایی در سراب آزادی. البته که می توانیم از مرگ خود پلی برای تغییر مسیر و زندگانی ملی ملت خود و حتی جهانیان در آینده بسازیم. انتخاب مرگ زمان میسر خواهد بود که به سراب آزادی در زندان شهرهای بدون دیوار آگاه بشویم. در صورت آگاهی آشگانه در راه مبارزه با دشمنان ملت ترک و دشمنان منافع ملی ملت خود با نثار جان فداکاری خواهیم کرد. با آگاهی به زندان شهرها و سراب آزادی برای تغییر جامعه از وضع موجود و آزادی از اشغال سرزمینی، اشغال عقلی و دستیابی به استقلال ملی سر به عصیان خواهیم کشید، چرا که ایمان آورده ایم که آخر این حیات مرگ است، ولی مرگ انتخابی بهتر از مرگ تحمیلی یک قوه خارج از اراده من است. مرگ انتخابی ما، خون سرخ و گرم ما، آزادی و استقلال ملتمان را تضمین خواهد کرد. اگر با تسلیم به اراده دشمن و ترس از مرگ به دست دشمن اجازه بدهیم تا اراده ما و ملت ما را قتل عام بکنند، اگر هم نفس بکشیم، راه برویم، کار بکنیم، غذا بخوریم، سکس بکنیم، بچه دار بشویم و باز هم جزو قتل عام شدگان و مردگانیم. در شرایطی که از مرگ بترسیم باز هم میمیریم، اما مرگمان هم مانند زیستمان در سراب آزادی ذهنی، آزادی اجتماعی و روانی هیچ تغییری در پیرامون و جهان ما ایجاد نخواهد کرد، چرا که نوع و هدف از مرگ هم میتواند با اراده من و در مسیر منافع ملی به وسیله‌ای برای آزادی، استقلال و رفاه ملی نسل‌های بعدی من تبدیل بشود. راهی که من و امثال من استقلال اندیشان ترک به ملت خودمان نشان می‌دهیم، زیستن در آزادی، استقلال ذهنی عقلی، استقلال سرزمینی، رهایی از اشغال و استعمار ذهنی است. و انتخاب نوع و چرایی مرگ برای تغییر جهان آینده برای ملت من تنها از راه اعمال اراده خود من میسر است. من هستم چون اراده دارم، چون میتوانم نوع مرگم و هدف از مرگم را انتخاب و ترسیم بکنم. البته انتخاب مرگ قهرمانانه در راه اعمال اراده فردی، اراده ملی و در راه دستیابی به آزادی، استقلال وطن و ملت بالاترین شرف انسانی است. انتهای زیست آزادانه ما، استقلال اندیشان ترک و راهی که ما انتخاب کرده ایم، مرگی بسیار شرافتمندانه است. مرگ ما مرگی در مسیر قبول تسلیم به ذلت و اسارت و اشغال نیست، مرگی در راه تضمین آزادی، سربلندی و رفاه نسل‌های آینده است. با احترام، انصاف علی هدایت.